دوستان آخرین ابداع استاد سپرفروش رو ملاحظه میکنید که توضیحاتش رو دادم. یه جک 32 تن، یه دونه موتور برفاکن 206. اساتید گفتن که تستش کن، منم مبادرت به تست ورزیدم ببینیم QC رو پس میکنه یا نه. اینو من جوش دادم ببینیم، با تیگم جوش دادم سنگین، ببینیم آیا زورش میرسه یا نه. خب کم کم داره نزدیک میشه، داره میرسه، ببینیم چه اتفاقی میفته. دیریدی و بسم الله رسید. داره زور میزنه. اتفاقی نمیفته. که گیر کرد نشد و بله پروژه با شکست مواجه شد. تا قسمت های بعدی. خداحافظ.